و یا آقای از خود راضی صاحب نامد دیگه استاد نمیقه یعنی غیرت از یا نمیقه بود استاد. اینا از وقتی که برادر عزیز من مناظره رو اعلان کرد، گفت که موضوع اول رضای کبیر، گفتم اوکی موضوع اول رو من قبول دارم، اما موضوعی که دوم که من باید تعیین بکنم، تو بیا از کتاب گالن ثابت بکن که آیات قرآنی که در مورد جنین صحبت میکنه، اگر شنیده باشید در کلیپش گفته بود که انگار گرفتن در گوگل ترجمه کردن به عربی و نوشتن در قرآن. درست است؟ یک صفحه ایرم نشان داد آیه قرآن و متن کتاب گالن. و این دروغ بزرگی است که این خود بدبخت بیچاره هم نرفته کتاب گالن رو نخوانده. من حتی مجبور شدم نسخه PDF کتاب گالن رو از یک دانشگاه آمریکایی خریداری کردیم. باورتون میشه؟ نسخه PDFش رو خریدیم، همون صفحه رو آماده دارم اینجا، مرد هست بیاد در موردش صحبت بکنه. بعد یک شوی درست کردن، درامه‌ای درست کردن که حالا ما زنگ زدیم و جواب ما رو ندادن و فلان، بعد از این دیگه ما مناظره نمی‌کنیم. مثل این بچه‌ای که خب کاکا جان اگه برای ما کیکی نخریدی من دیگه کتتو گپ نمیزنم. نمیشه اینطوری، نه؟ کسی که میخواد که بحث بکنه، مناظره بکنه، گفتگو بکنه، ناز نمیکنه. بیا مرد هستی بیا صحبت بکن. استاد قدر غیرت نداره که بیاین بس من ولی ما با کوری چشم از اون استاد و خار گوششان ما از شما حمایت میکنیم. یک جان تشکر استاد عزیز. سلامت باشید. من همین بعد از رمضان برنامه‌تان ندیدم تا این دم. خب به این معنا نیست که شما مبارزه و علیه از اینا متوقف شده باشه، اما دیگه فوکس نیست در مورد از اینا که مشخص باشد. من انشاءالله هفته آینده روز سه‌شنبه در برنامه زنده آن روی سکه انشاءالله در مورد یکی دو سه تا دروغاش صحبت خواهم کرد. نه ما فایل این رو نبستیم، ما ادامه میدیم. تشکر استاد بزرگوار، تشکر. سلامت باشید.